حقیقت این است، نه قومی لغرزد نه رگ. این زخمی است که نسل ها با خود حل کردند، زخمی که هر روز با دوا خدا آرامش میدهیم و هر شب با نام ابراهیم فدا میکوشیم از نامعنا کنیم. ترس در ما ریشه کرده، اما شجاعتم همانجاست، منتظر لحظایی که باور کنیم قدرت ملک قومی خاص نیست، ملک عدالت است. ملک مردمی که از سایه بیرون میآیند و دست از لرزیدن برمی‌دارند.